عزیزان دل خدا، پسران و دختران عیسی مسیح و مقدسین خداوند، از اورشلیم خدمتتون هستم و امروز میخوام که به شما آپشن دیگری رو یا محل دیگری رو که بعضی از افراد بر این عقیده هستن که عیسی مسیح بعد از به صلیب کشیده شدن در اون مقبره یا در اون غار گذاشته شده که به اسم توم اف گاردن هستش، امروز به شما نشون بدم. بریم همراه من باش. ما از یکی از دروازه های دیگر ورودی شهر اورشلیم که به اسم دمسکس گیت هستش از اینجا شروع میکنیم و همونطور که شما مشاهده میکنید این دروازه دمسکس الان در روبروی شما هستش و ما راهمون رو ادامه میدیم به سمت گاردن توم. ما منتظر هستیم که بتونیم از این محل عبور بکنیم و من نمای اطراف رو به شما نشون میدم تا چراغ سبز بشه. بله الان میتونیم ما عبور بکنیم. عزیزان من برمیگردم پشت سرمو به شما نشون بدم. دروازه ورودی شهر دقیقاً پشت سر ما هستش. شما این خیابون رو که مستقیم از اون دروازه ورودی دنبال بکنید، بعد از فاصله کمی پیاده روی باید به سمت راست بپیچید تا به گاردن اف توم وارد بشید. عزیزان ما الان به اون محل رسیدیم و اگر شما تابلو رو توجه بکنید، تابلویی هستش که ورودی اینجا رو نشون میده. ما با همدیگه ادامه میدیم این رو. این محل دیگری هستش که بعضی از مردم بر این عقیده هستن که
عیسی مسیح بعد از به صلیب کشیده شدن در این محل گذاشته شد. البته این بستگی به خواست افراد داره که کجا دلشون آرامش پیدا میکنه و دو آپشن در این شهر هستش که باید ببینید شما هر دوتا رو سر بزنید و ببینید کجا دلتون آرامش داره. خب ما از اینجا باید وارد بشیم. بله عزیزان، ما الان در مقابل ورودی توموف گاردن هستیم و میریم که داشته باشیم اینجا رو من برای شما توضیح بدم. حال و هوای خیلی خاصی داره و شما هرتون که عرض کردم خدمتون خودتون باید تشریف بیارید و خودتون باید اینجا رو ببینید و ببینید به چه صورت هستش. عزیزان اینجا در دست تعمیر هستش و فکر کنم ما زمان خوبی اومدیم که اینجا زیاد شلوغ نیست و میریم که با هم دیگه این مکان رو من به شما نشون بدم. حتما زمانی که اگر شما تشریف بیارید این تعمیرات تمام شده و شما میتونید با نمای دیگری اینجا رو ببینید. من اینجا اینو به شما نشون بدم. این ورودی غار هستش یا مقبره‌ای که بعضیا بر این عقیده هستن که عیسی مسیح اینجا بوده و ما با هم دیگه وارد اینجا میشیم. این صدا در رابطه با تعمیرات اینجا هستش که من از شما پوزش میخوام و ما میریم که در باغ این مکان قدم بزنیم و با شما عزیزان باشیم. مردم اینجا برای دعا کردن میان و معمولا اینجا خیلی شلوغ هستش و امروز ما خوششانس بودیم که اینجا خیلی خلوت بود. من تونستم اینو به شما نشون بدم. ما اینجا سرصدا زیاد هستش. متاسفانه من نمیتونم اینجا بمونم. قسمتی از انجیل یوحنا هستش. عزیزان میریم که قسمت‌های دیگر رو من به شما نشون بدم و اینجا حال هوای عجیبی داره. زمانی که گروه‌های زیادی میان بر روی این صندلی‌ها میشینن و تأمل میکنن و مقداری دعا میکنن و با خدا راز نیاز میکنن. میریم که
این قسمت رو من از بالا به شما نشون بدم. و حالا میریم داریم قسمت های دیگر رو من نشون بدم خدمت شما. امیدوار هستم که شما خودتون بتونید بیاید اینجا و تشریف داشته باشید. واقعا حال و هوای عجیبیه. البته نگفته نماند زمانی که ما الان در اورشلیم هستیم یک مقدار هوا گرم هستش و به علت اینکه هوا گرمه معمولا بازدید کننده و زوار کم هستش، ولی در روزهای آینده که یه مقدار هوا خنک‌تر بشه تعداد خیلی زیادی از مردم اینجا هستن. همونطور که شما ملاحظه میکنید نیمکت‌های خیلی زیادی اینجا نصب شده به خاطر اینکه مردمی که میان اینجا بشینن و از فضای اینجا، فضای روحانی که اینجا داره لذت ببرن و زمان خیلی خوبی هستش برای راز و نیاز کردن با خداوند. واقعا نمای قشنگی هستش. اینجا مکانهای مختلفی هست برای گروه هایی که میان و میتونن از قبل رزرو بکنن اینجا رو و مشغول دعا باشن اینجا. عزیزان خدا، به آخر این محل که برسیم پشت این منطقه ایستگاه اتوبوس‌های شهر هستش که در واقع به همون دماسکس گیت خیلی نزدیک هستش. بله عزیزان، ما همینطور در این باغ ادامه میدیم راهمونو و من هدفم این هستش که جاهای مختلف و گوشه‌های مختلف از این باغ به شما نشون بدم. باغ خیلی قشنگی هستش و امیدوار هستم که بتونید خودتون تشریف بیارید و شما خودتون اینجا باشید و از نزدیک اینجا رو ببینید و مشاهده بکنید.
البته زمانی که شما میخواید تشریف بیارید سعی بکنید که هوا یه مقدار بهتر باشه و اگر که در زمانی بیاید که هوا بهتر باشه واقعا از بودن اینجا لذت میبرید. ما دوباره به ورودی این مقبره رسیدیم و اینجا صدا زیاد هستش و من بعد از چند لحظه برمیگردم خدمتشون. ما به راهمون ادامه میدیم و از این مکان خارج میشیم و امیدوارم که از این قسمت شما لذت برده باشید و من میرم کلیپ بعدی رو در قدم زدن در شهر اورشلیم به شما نشون میدم. اگر مایل باشید میتونید با من همراه باشید. قبل از اینکه ما بریم بیرون فروشگاه این مرکز رو ما داریم و ما میتونیم که دستساخته های این فروشگاه رو ببینیم. و من اینجا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید و تا ویدیو بعد خداحافظ شما.